تا حالا به این فکر کردین که یک نظام سیاسی چطور میتونه بدون اینکه مدام از زور و وحشت استفاده کنه، مردمش رو کنترل کنه؟ امروز میخوایم با هم یه معمای سیاسی خیلی جالب رو باز کنیم و ببینیم چطور یه همچین ساختار پیچیده‌ای کار میکنه. خیلی خوب، بزنیم بریم سراغ این معما. داستان ما در چکسلواکی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. تو دوره‌ای که اگه بخوایم به نظام حاکم اونجا یه برچسب بزنیم کارمون خیلی سخت میشه. سوال اصلی دقیقاً همینه. ببینید، اگه نظام شبیه دیکتاتوری‌های سنتی که میشناسیم نبود و از اون طرف توتالیتاریسم کلاسیک هم نبود، پس ما دقیقاً با چه پدیده‌ای روبرو بودیم؟ اینجاست که تحلیل ما شروع میشه. این جمله از منبع ما یه جورایی کلید حل معماست. یه لحظه بهش فکر کنید، یه سیستم پیچیده که از خود مردم استفاده میکنه تا صدای همون مردم رو خفه کنه. یعنی مردم عملاً تبدیل میشن به ابزار کنترل خودشون. این ایده واقعاً تکون دهنده است، نه؟ پس اولین قدم برای حل این معما اینه که گزینه‌های اشتباه رو از روی میز برداریم. باید دقیق بفهمیم چرا اون برچسب‌های سیاسی همیشگی اینجا جواب نمیدن. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. منبع ما خیلی تأکید داره که باید کلمه‌های آشنایی مثل دیکتاتوری یا توتالیتاریسم رو فعلاً کنار بذاریم. این تمایز خیلی مهمه، چون بهمون میگه که با یه پدیده کاملاً متفاوت طرفیم. و حالا میرسیم به رونمایی از جواب این معما. اسمی که میتونه این ساختار پیچیده و عجیب رو برای ما توصیف کنه. و این اصطلاح هست نظام پسا توتالیتر. خب این یعنی چی؟ یعنی سیستمی که قدرتش دیگه متکی به اون وحشت افکنی گسترده و دائمی نیست. در عوض قدرتش از یک ایدئولوژی فراگیر میاد. یه ایدئولوژی که همه جا هست و افراد رو وادار میکنه درون دروغ زندگی کنن. نتیجهش چیه؟ مردم خواسته یا ناخواسته در سرکوب خودشون شریک میشن. حالا بیایید بریم سراغ بخش بعدی و ببینیم این ایده مردم علیه مردم چطوری توی عمل پیاده میشه. این شاید مهمترین و ترسناکترین جنبه این نظامه. ببینید، قدرت واقعی این سیستم فقط توی پلیس مخفی یا ارتشش خلاصه نمیشد. نه، منبع قدرت یه چیز خیلی ظریف‌تر و فراگیرتر بود. یه چیزی که انگار توی تار و پود خود جامعه تنیده شده بود. و یک بار دیگه به این ایده اصلی برمیگردیم. این فقط یه جمله نیست، این مکانیزم اصلی قدرته. یعنی چی؟ یعنی نظام شهروندای عادی رو تبدیل می‌کرد به ابزار کنترل همدیگه. در واقع یه جور خودسانسوری جمعی به راه مینداخت که از دل خود جامعه میجوشید، نه از بالای سرش. خب حالا که این معما رو با هم باز کردیم، سوال بزرگتر اینه که اصلا چرا درک این مفهوم مهمه؟ چه چیزی میتونیم ازش یاد بگیریم که به درد امروز هم بخوره؟ و در نهایت میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. وقتی یه سیستم کاری میکنه که شهروندانش عاملان سکوت خودشون بشن، اون جامعه چطوری شروع میکنه به پلیسی کردن خودش؟ این سوالیه که فراتر از یک مثال تاریخی ما را عمیقاً به فکر فرو میبره.